ای بابا، تابوت ریس ریس و زرزر را چرا در بداغان همی کرده ای؟ کت خدا آقا، خودت گفتی تابوت ها را در فینیتو همی بچرخانیم. هر جا رفتیم اهالی یک لگدی همی زدندی. ریس ریس، حالا کدام خر را به جای تو بگذارم؟ کت خدا، شما نهار خورده اید؟ ریس ریس، در تابوت هم دست از این مشنگ بازی ها بر نمی داری؟ کت خدا، چه خبر؟ تورم مورم جهش کرد؟ نرخ تولید چه شد؟ آمد پایین؟ من فعلا کاری به این چیزا ندارم. من دنبال اینم ببینم کدوم خر رو به جای تو همین بگذارم. کت خدا، کجای کاری؟ فعلا که خرهایت یکی یکی در حال ترکیدن هستند. مرض، کجاش خنده داشت؟ برو به بابات بخند. اکسکیوز می کت خدا، به شما نخندیدم. پاهای دراز من از تابوت بیرون زده. این خر بیشعور آن را لیسیده همین قلقلش میدهد. داند. کت خدا، این یکی دو روز که به جهنم رفته ام، اطلاعات زیادی از آنجا کسب کردم. چه اطلاعاتی؟ اطلاعات خوبی نیست. من لیس را دست اسرائیل دیدم. نفر اول لیس شما هستید. خودت را آماده کن. یعنی هر جا می روی اول نهار بخور تا که گشنه از دنیا نروی. کت خدا، بارو بندیل تو ببند که همین روزا جات تو تابوته.